حجاج ظالم وقتی که امام ذهبی وصف کردند در سیر علم نبلا، بسیار ظالم بود. عالم ها را کشت، صحابه ها را به قتل رسانید، تابعین را به قتل رسانید، اذیت میداد، هر روز چند نفر را به قتل می رسانید. بسیار خونخوار بود، یک پادشاه ظالم بود. بعد گفتن که و فی الجملتی کان موحدا، در آخرش نگه لیکن اگر جملتا گریم موحد بود، یعنی مشرک نبود، کافر نبود. حجاج مسلمان بود، موحد و یگانه پرست بود. بعد هر شب یک مرتبه ختم قرآن میکرد. گفتن حجاج و اینچونی پیش از وفاتش یک گپ گفته بود است: ای الله مرا ببخش، این مردم میگوید که تو مرا نمیبخشی. همین سخنها را ذکر کردن. حتی عمر ابن عبدالعزیز با وجود بزرگیشان به حجاج در همین مسئله ها یعنی میگفتن که من حسدش میخورم، هوسش میخورم، یعنی غیبته میکنم، یعنی حسدی ممدوح. یعنی حجاج در همین مسئله ها از من بهتر است میگفتن. یکی از عادل ترین شاهان دنیا عمر ابن عبدالعزیز بود. حتی در زمانش گرگ گوسفند را نمیخورد از جهت عدالتش. یعنی به این صفت های حجاج حیران میشده بودیان. امام ذهبی هم سه تا صفتش ذکر کردن در آخر ترجمه حالش. بعد گفتن که و مع ذلک، با وجود همین کارهای خوبش، یعنی هر شب یک مرتبه قرآن ختم میکرد است و اینجوری بسیار فصیح و بلیغ در جمعه ها برآمد میکرد. خود امام مردم، امام رئیس ولایت بود در عراق، والی بود و مردم نماز جنازه میخوند، نماز جمعه میخوند، عید میخوند. امام بود، بسیار فصیح بود، بسیار سخنور بود. هر شب یک مرتبه ختم قرآن میکرد است. با وجود همین گفتن که مع ذلک لا نحب، با وجود همین ما بد میبینیم در راه الله تعالی گفتن و با بد دیدن ما به الله تعالی نزدیک میشویم، نسب و حقارت میکنیم، دوست نمیداریم. گفتن حجاج یکی حسابش بر الله تعالی هست، مسلمان است دیگه. یکی بسیار ظالم است، صفاتهای بدش از صفاتهای نیکش. بعد گفتن که حسناتش در بحر گناهش غرق میشه. یعنی گناهش مثل بحر است، حسناتش مانند یک سنگ است. اگر به بحر سنگ پرت کنیم دیگه غرق میشه، به چشم نانمایان میشه. بنابراین امام سعید بن مسیب الله رحمت کند که کدام آدمی که گناهش زیاد باشد از نیکیش نیست و نابود میشد، کدام آدمی که کارهای خیرش زیاد باشد و یگان عیب داشته باشه و عیبش هم نیست و نابود میشد. این گپ را سخن را در کتاب جامع بیان العلم و فضله یوسف ابن عبدالبر رحمت الله علیه ذکر کردیم.